нархи арз. طبق نشاندهی بانک ملی تاجیکستان ارزش پول روسی در بازار ارز کشور امروز 10 اوگوست 100 روبل باز هم با قرب روزهای گذشته 16 سومانی و 46 درم باقی مانده است. طبق اطلاع بانک ملی در بازار ارز 100 یورو برابر 1051 سومانی رسا نرخ دارد. اسعار آمریکایی 100 دلار 1025 سومانی و 97 درم ارزش دارد. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه های لندن 95 دلار و 46 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه های نیویورک 89 دلار و 42 سنت معامله شد. نرخ طلا. قرب طلا در بیرژه های لندن عصر دیروز 1795 دلار و 25 سنت برای یک اونس تعیین شد. اونسیه واحدی وزنی است که بانک ها و زرگران استفاده میبرند. یک اونس به 31.1 گرم برابر است. حجم صادرات متال های قیمت بها در تاجیکستان در نیم ساله اول سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته 41.2% کاهش یافته است. طبق آمار در 3 ماهه دوم سال جاری از فروش فلزات قیمت بها بیش از 40 میلیون و 600 هزار دلار یا 58.8% نسبت به همین دوره سال گذشته به دست آمده است. در ماه‌های ینور ایونی سال گذشته فروش فلزات قیمت بها بیش از 69 میلیون دلار را تشکیل داده است. بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان در کشور 18 کارخانه استخراج طلا فعالیت می‌کند و تولید آن همه ساله افزایش می‌یابد. اما این وزارت با اشاره به مخفی بودن معلومات درباره استخراج فلز قیمت بها معلومات درباره حجم واقعی استخراج طلا را رسانه‌ای نمی‌کند. طبق آمار سال گذشته فروش فلزات قیمت بها 41.7% حجم عمومی صادرات کشور را تشکیل داده است. متال های قیمت بها به مبلغ بیش از 896 میلیون و 600 هزار دلار فروخته شده‌اند که نسبت به سال 2020 30% زیاد می باشد. تحریم های غرب ضد روسیه و خارج شدن شرکت های آمریکایی و اروپایی سبب افزایش صادرات تاجیکستان به روسیه شده است. با گزارش سامانه تاجویک اکنون صادرات آب مینرالی، خشک میوه و سبزیجات تاجیکستان به بازار روسیه رو به افزایش نهاده است. گفته می شود تنها در 6 ماه اول سال جاری صادرات آب مینرالی سیام به روسیه در مقایسه با همین دوره سال قبل 25% بیشتر شده است. صادرات خشک میوه تاجیکستان به روسیه در 6 ماه اول سال جاری 37% افزایش داشته است. به گفته مقامات تاجیکستان صادرات گیلاس و انگور به روسیه در 6 ماه اول سال جاری در مقایسه با همین دوره سال گذشته افزایش 20% را نشان می‌دهد. قرض اندازسپارندگان کلان ولایت ختلان به 13 میلیون و 326 هزار سومانی رسیده است. این هم در حالی است که در اول سال گفته میشد از بقیه قرض 107 هزار سومانی کم کرده شده است. ذاکر کریمزاده سردار ناظرات اندازسپارندگان کلان در ولایت ختلان گفته که 13 میلیون و 326 هزار سومانی بقیه قرض اعتراف شده می باشد. او میگوید که طبق ترتیب معین نموده کدکس انداز جمهوری تاجیکستان نسبت قرضداران چاره‌های مجبوراً ستانیدن قرض انداز اندیشیده شده ایستاده است. قرضدارترین شرکت ها از انداز جمعیت دارای مسئولیت محدود آل سامان ناحیه دوستی با 2 میلیون و 187 هزار سومانی، خواجگی اوستای ناحیه قبادیان زیاده از 4 میلیون سومانی و جمعیت دارای مسئولیت محدود صبح سربند با 1 میلیون و 102 هزار سومانی می باشند. به گفته کریمزاده باز سوبکت های در روی خط هستند که قرض های نسبتاً خرد دارند و نسبتشان هر ماه چاره اندیشی می شود.